ساعت 21:40 در مرکز بزرگ پنجشنبه شهر خوجند سوختار به عمل آمد تا آمدن خدمات دولتی آتش نشانی از طرف دسته اختیاریان آتش نشانی بزرگ مرکزی با واسطه چمک‌های آتش نشانی، تجهیزات و آلات‌های اولین درجه سوختار خاموش‌کنی برای خاموش نبودن سوختار و نجات مال و اموال آغاز کردند. ساعت 21:50 گروه زود عمل، هیئت شخصی و نقلیات‌های سوختار خاموش‌کنی قسم دوم خدمات دولتی آتش نشانی شهر خوجند و نقلیات مخصوص نردباندار آمده رسیدند. سردار دسته اختیاریان آتش نشانی بزرگ بر راهبری آتش نشانی اوید به وضع سوختار گزارش داد. الکی مساحت سوختار 960 متر را فرا گرفته بود. پس از چند لحظه دیگر باشد از دیگر قسم‌های این نهاد автомашинаҳои آتش نشانی یاری تجلی طبی رسیده به ضرر دیدگان یاری اولین خود را رسانیدند. این یکی از مشق‌های تاکتیکی آتش نشانی بود که از جانب خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت در یک جایگه با ریاست کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت، خدمات شبکه‌های برقی، شعبه یاری تجلی طبی و کمیته حالت‌های فوق‌العاده تشکیل و گذرانیده شد. در چهاربینی مذکور 16 عدد نقلیات آتش نشانی و 130 نفر کارمندان سفر بر شدند. مقطع از گذراندن مشغولیت‌های عملی سوختار خاموش‌کنی در عمل تطبیق نمودن، ترتیب جلب نمودن تکنیکی و تجهیزات برای آتش نشانی در شهر و ناحیه‌های ولایت ارزیابی گردید. گفته شد که برای بلند برداشتن تکمیل منبعی ملکه کسبی هیئت شخصی در وقت خاموش نمودن سوختارهای کلان حجم و آماده شوی نقلیات‌های آتش نشانی، تجهیزات‌ها، واسطه‌های آتش نشانی، اینچنین ترتیب یگانه سفر برکنی قوه میباشد. تاکید شد که مشق‌های تاکتیکی آتش نشانی این در عمل تطبیق نمودن آماده باشی واسطه‌های تکنیکی مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت هنگام سر زدن سوختارهای کلان میباشد. سال تا سال با دستگیری به‌واسطه رئیس ولایت базаи оташнишонии техникӣ раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти суғд мустаҳкам шуда истодааст ва дар натиҷаи машқи тактикии чихе ки шумо шоҳид шудед, хадамоти давлатии оташнишонии вилоят вазифаҳое ки ба назди ӯ гузошта шудааст бо сари баланд иҷро карда метавонад. گفته شد که این گونه مشق‌های تاکتیکی آماده باشی در شهر و ناحیه‌های ایسترافشان، اسفره، شهر بوستان و ناحیه بوجان غفورov گذرانیده شد. پس از انجام مشق‌های تاکتیکی در میدان ریگستان بزرگ با فعالان نهاد اشتراک کننده از جانب رستم میرزازاده، سردار ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت، افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. گزارش سید مختار سیدانور برای برنامه اطلاعاتی خبر. ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان